برای دیت سوس متی اما دیت سوس متی مجانی نبودی هم سس خوردی؟ دیگه مجانی نبید سوساب که اصلا نمیم دیت دیگه بته سلام علیکم. سلام علیکم فاقده هم ببین مشتری باشه بنده مأمور بهداشت هستم اومدم واسه پلم به مغازه. ای تو همون پاقدم ها ببخش جواز کسبتو بیار. جواز کسب خجالت نمیکشی گوشت الاغ میدی دست مردم؟ کی گفته؟ من میگم مأمور بهداشتم. برو جواز کسب سریع. جان ایمان بنده خدا بمرد او که آدم خوبی بید چش برار میگیرم چش امتون نارته نگفتم لیلا که دارم میگم امت خود چش میگیرم برا چش البته میدونید من نظرم راحت رفت خدا بیاد الو نخور آقا اونو نخور. پول میدیم آقا بنده مأمور بهداشتم. همون مامور آب خوریم چه ربطه داره میگم تو اون گوشت خر زدن نمیفهمی؟ خب پول بدیم چیکار کنم آقا اول پول این آقا رو پس بده بره. بیا اینجا ببینم. اول پول این آقا رو پس بده. چی داشتی؟ یک گوشت خربی با یک نوشابه نوشابه نداشتی تو؟ برا بعد یک نوشابه بخوریم تا این گوشتای خر حذف رو بله کاملا درسته. این از این با نوشابه. سریع چقدر بوده پولش؟ 4500 4500 همینه دیگه. گوشت خر میدی 4500 البته پول سوساش میگیری. رایگانه پولا بهش نگم چی خوبه اصلا آقا شما تو کار ما دخالت نکن خواهش. تو میگه 4 تا سسم داشتم نارم برو آقا بدو هر روز ما اینجا زمین ساندویچا بخوردم او دیگه حذف شده برو آقا برو نمیتونی داغ کردیم ما رو آقا حالا کوتاه بیاد اصلا کوتابی ها نیستم. کی شکایت آدمش کرده؟ نیستم. شکایت من خودم چند بار اینجا گوشت خر خوردم. الو چه گوشیدی جواب نمیت برا با گل ایمان بالاخره بمرد باور کن من دارم بنه راجی مینو نگاه کن اینا زور میخوایم برن خاکش کنن تو بیای دیگه خوب نیست باش کار نداره خدا سلام لیلا خانم صحبت شما مرسی تسلیحات میگم پدر شما اصلا یک فرشته ای بی ما اصلا نمیدونم چیش میگم ما اصلا با نهایت تأسف و تأثر در گذشت ناگهانی پدر یوک در گذشت ناگهانی بنرکی نوشته مگه بنده خدا پدرت که شو ماشین که نرفته که 4 سال از مریض ناگهانی البته خب میدونی بنده خدا راحت رفت مرگ یک چیز است که حق است آدم نمیتونه از مرگ که فرار کنه که ما چند وقت پیش سرمون کیچه یک گربه برفت زیر ماشین ما دیگه از گربه که دیگه سک جونتر نداریم امون رد بی گربه ماو میکرد آخرشون بمرد سلام. یه چند روز میتونی دورو بر عمه من آفتابی نشی؟ باباش مرده. تسلیت داشتم میگفتم چیزی نگفتم خیلی خوب گفتی. ناراحته خودت چی فکر میکنی؟ باباش مرده. ناراحت ظاهرش ناراحته ته دل خوشحاله که دیگه کسی مانع ازدواج ما نیست اون خدا بیامرز که رفت ولی من عمرن بذارم این اتفاق بیفته. تو نروی که نمگذاش مال د سردخانه است واسه کی خاکش منه چرا متوجه نیستی ما عزا داریم؟ جانم. اما از زمینا اومدن کی میرسن؟ نزدیکن باشه. مصطفی یه چند روز آبروداری کن. چش توم یک چند روز کار بهمون نداشته باش من میخوام بگم تو رفیقمی شریکمی برای خودت میگم. ها که از نظر که دیمین خانواده تو اله
بفرمایید. هی خدا رحمتش کنه. Muhammed ağa, signal gedib yuxarıya. Özü az, mənə də az. Ələn bir dənə eşək gedib mənim üzümə, sonra danışaram. Xudahafiz, xudahafiz. Bəli, چی ترکیب سم مره موتو mən o şuma? نشناختی؟ Nə xeyr. مصطفایم پروفسور پیش پروفسور دیرم با جناق آینده آها، آقا مصطفی. یه چیزایی دربارت شنیدم. از لیلا خانم نه خیر. از آقا جون خدا بیامرز. خدا رحمتش کنه چیش میگو؟ میگفت من بمیرم به اون دختر نمیدم. بمرد دگادی بمرد بله. البته خب بدنی خدا بیامرز اون موقع یه حرفا رو میزنم نه کار داشتم نه پول داشتم نه خانه داشتم نه ماشین داشتم. الان داری؟ نه الان فقط کار دارم با ایمان شریکم آنلاین شاپ دارم. پس تو این مسخره بازی ها ایمانم شریکه. مسخره بازی چیشی؟ آنلاین شاپ دیگه شغله. آنلاین شاپ هم شد شغل ها؟ شغل باید بیمه داشته باشه، بازنشستگی داشته باشه. اصلا به من بگو ببینم تو ماهیانه الان چقدر در میاری؟ تقریبا بین 15 تا 20 میلیون ماهی بدم. یعنی تو الان تو این 5-6 ماهه 180 میلیون تومن در آوردی. 180 که نه 160 میلیون انگار به در کردم. 150 میلیون شده خرج تبلیغ کردم که پیجر از 20 کا رسوندم به 340 کا. خیلی باز مشتری ها بیشتر رفت و اینا. آها، یعنی سرمایه رو چند برابر کردی. تقریبا هم میخوام بدونی این سه قوانین مسخره ای داره. مارک زاکربرگ من چی کرد؟ من هکر رو حمله کردن پیج ما دسترس خارج رفت. زر میزنه بابا. خودش رمز پیج رو عوض کرده، فراموش کرده، بعد الان میگه هکرها. یعنی یادش نمیاد نمیتونم برن تو پیج. میدونی چی میگم؟ الان یه جورایی بدبخت شدن چون دیگه هر کی سفارش بده اینا نمیتونن برن تو پیج ببینن کی سفارش داده. بیچاره شدن. تو اسکوش میدونی؟ از خانوما گفت. خاک تو سرت. من؟ نه با مو بی اسخر نونوا. او اسکوش مو یک ایمیل به مارک زاکربرگ بزیم. او اسکوش فهمیا بس. بیا ما شامون دعوتی. آره ما فامیلای نزدیکشونی. چی کاره ای؟ من که نه، خالم فامیلشونه. خالت چی کارش هست؟ همسایه‌شون. خیلی نزدیکه. ایمانم هرچی آدم داغون از شام دعوت کرد. البته شما نه ها، شما آدم حلیه. با این بنده خدا هم کرد. چی شد که مرد؟ او تو چه؟ سکته کرد. تو هم بالا سرش بودی؟ تا نفس آخرش میخوادم بالا سرش بیام. میخوای یادداشت کنی بنویس علت فرق سکته. تو بابا بزرگت مرده رفتی فوتبال بازی کنی؟ نه بردیم که باختیم. برو توی دستشویی دست صورتتو بشور. نمیرم. چرا؟ میترسم. چرا میترسی آخه؟ از آقا جون. از آقا جون؟ آقا جون چه ربطی به توالت داره آخه؟ آقا جون اونجا مرده دیگه. تو دستشویی؟ دستشویی؟ تو تا آخر بالا سرش بودی؟ نه تا آخر که نه. تا 4-5 تا دیگه نفس داشت پشت در هنگار. برو تو حیاط دست صورتتو بشور. برو. شادی روح مرحوم فاطمه از صلوات و الاخلاص. اللهم صل علی خدا رحمت کنه. خدا رفتگان شما رو بیامرز. خدا یا رحمت. بس تو مال بخوندی؟ خوندم دیگه. چی جور 3 ثانیه نرفت چی جور فاتحه بخوندی که میگی خدا رحمتش کنه؟ فاتحه خندن همه رو بخوندی؟ سرعتی خوندم دیگه. 1 2 3 بخون. چی؟ 3 ثانیه که فاتحه بخون. نخوندی دیگه. بدون جوز بخور. اوری. ببخشید. بله. اینجا توالت دیگه هم داره؟ بله. دیت توالت در به جلو، دیت توالت در یک دنستگه هم اونجاست. وقت بارو توالت دیگه. مصطفی جان
بله لحظه بیا این میز رو جابجا کنیم. همه هر چی کار سخت است دیگه با مو میگن برن اخیزی از تهرون بیای اینجا چون تهرون بیم. برو بچه برو دیگه. نمیخوام. چیشی؟ بیا اینجا. چیشی؟ این چیه خریدی؟ نارنجک. خب فکر میکنی واسه مراسم ختم مناسبه؟ تازه است برار. اصلا تا حالا مراسم ختم رفتی؟ راستش بایی ذوق و شوق نه شرمنده و عصایی مستی. واسه مراسم ختم میکادو میگیرن نه نارنجک. راست می مثلا خامه داره سفید اصلا با تم نما. خیلی خوب گوش کن ببین. این چند وقته میخوام یه ذره هوامو بیشتر داشته باشی. جلو آقا رضا به چشم بیا. آقا ایمان دیس حلوا رو بدین لطفا. چشم الان میارم. چشم آقا رضا چشم دخترش. عبار دارم موقع شام یک قضای بیچگانه مگذارم جناب رضا تو بگو همون آقا رضا بزرگ گفته قضای کامل بیار. خفن. نه بیا بریم دیتایی و سطح حال کشتی بگیریم تو مور بزوزیمین قشنگ به چشمی. البته باز جور چشم احمد مفتونه. مگه نگفتم اسم عممو نیار؟ نگفتم لیلا که گفتم احمد. خیلی خوب حالا هرچی. میری میشینی کنار آقا رضا تا میتونی از من تعریف میکنی. گفته آنلاین شاپ داریم اعتبار مشتری. پسوردو نگی. پسوردو نگی. پسورد. نه گفتی خدا گفتی به قرآن گفتی. من این نگاه احمقانه رو میشناسم. گفتی نه من اصلا حرف نمیزنم. نه آقا ایمان تشریف بیارید شام رسید. شام آوردین کج میخواد داماد بهتر از تو گیر بیاره. نه نگفتیم. حالا چند تا روش دیگه دارم بعداً به توضیح میتونم بریم شام. گفتی نگفتی؟ آقا مصطفی چیز جان چای نمیخوای؟ چای نه چای آرزو است امیر بخون. اصلا رعایت نمیکنن که مردم عزادارن میخوان استراحت کنن. والا شام بخوردین همینجور نشستین ظلمی ذهن به ما وقتی برخانه تو. آقا مصطفی اعظم خانم منظورش از مردم شما بودی. بفرمایید. نه خیر بابا اونه که شام بخورده یعنی گو مو که دست پای شام از کج گرفته بی؟ شامو؟ خب والا شامو من که بلد نبودم اینجا کجا برم. پرس و سوال کردم گفتن که یه 2 خیابون طرفتر یه رستوران خیلی خوبی هست غذاش خوبه. منم رفتم اونجا صحبت کردم غذا آوردیم انشالله مجلس خیلی هم خوب بود. همه الحمدلله راضی بودن. خیلی غذاش خوب بود. اون رستوران اصلا خیلی معروفه. بله میگفتن دیگه. منم رفتم ازم همونجا که 5 بار پلم رفته. چرا؟ بس که معروفه. معروفه. شاید نظارت ها قویه به خاطر اونه دیگه. رد غذای مف بیه ای بگار گفتید یک آشپزخانه ارزو پیدا کرده عدس پلو. عدس پلو بیدیه حداقل ماسکه بته دیگه. باور کو یک سری فاتر نفرستین داشتن فاش میدن یعنی میخوادم دیوم. خیلی خوب بابا خیلی خوب. مگه شماها چه جوری مراسم میگیرید؟ همینه دیگه. با کلوی مو که با مرد مراسم شه میخواست بیای ببینی تشکیلات قیمه بدایم برنج لپنم روب قیمه اصلا. خیلی خوب بابا بسه. تو نمیخوای بری خونتون؟ نه خانم ما هیچ نیست حوصله‌ام سر بره. اصلا خونتون کجا هست؟ ما همسایه ایمان شده دیوار به دیوارم همین پشت از خانم ها. ببین مصطفی میشه من بیام برم خونتون توالت؟ مگه توالت اینجا چی جوره؟ اینجا آخی فهمیم صدای تلویزیونم زیاد منو نه بابا اون نیست که مسئله یه چیز دیگه. مترسی بیچت گفت اینا خدا بیامرز ترسی. حقون داری ها چون میگن وقتی یکی میمیره تا 24 ساعت روش همون فضا توپلش مختره همال دیمین دیست شویست احتمالا. کن بابا مزخرف نگو. بلند شو برو خونتون. تو که بری آره قشنگ مشخص مترسی. چند ترم دیگه داری؟ 2 ترم دیگه. خوبه. چی؟ هیچی میگم خوبه که سرگرم دانشگاهی و حواست نیست که چی میشه. من خب بعد فوت بابا بزرگ تنهام دیگه. تنهایی و خاطرات و اینا. آره میدونم
ما که سالی یه بار می اومدیم اینجا، یه روزه برمیگشتیم. الان کلی قصه دارم که دیگه آقا جون نیست. تو چرا نمیای تهران؟ تهران؟ خب آقا جون بود دیگه. حالا ایشالا بعدش برنامه دارم، حتما میام تهران. ارشیا کجاست؟ ندیدمش. ارشیا؟ دوستت که همسایتون بود با هم دیگه بچگی بازی میکردیم. آها ارشیا خیلی پسر خوبی بود. مرد. چی؟ مرد چرا؟ دیگه، مرگ دیگه، خبر نمیکنه. ارشیا مرد. خیلی جوون بود. اکثر دوستای من الان مردن دیگه، فقط مصطفی موندی که ایشالا اونم. حالا میگم یادته یه جوجه‌ای داشتی اینجوری زرد بود، باش بازی میکردیم، حنا خانوم؟ یادته؟ آره یادمه، خیلی دوستش داشتم. آقا جون برام خریده بود. یادش بخیر. نشستی روش. کوچیک بود خیلی. نه تو حواست نبود، مثل این ظرفا. من اینا رو خوش میکنم که تو بذاری اونجا بعد برگردونی اینجا. فشار رومه دیگه، با بزرگ تنهایی. لیلا میگم این پسر چرا پروه؟ نه بابا تفلک چیزی تو دلش نیست. تو سرش هم چیزی نیست، من بهتون قول میدم. آرزا شوخی کردم. آرزا سلام. سلام. خوب هستی شما؟ مرسی ممنون. چه خبر؟ شما از صبح اینجا یا آقا مصطفی چی و چه خبر؟ شب رفت عمر زود مگذره. میخوای بری داخل؟ بله میخوام دستام بشورم. خب چی نام آشپزخانه؟ اونجا دارن ظرفا رو میشورن. کاش ظرف پلاستیکی میگرفتم که دیگه چندی او مصرف. البته خب باز ظرف پلاستیکی برای محیط زیست میگن خیلی ضرر داره، اما چندی یوز پلنگا میمیرن برای محیط زیست. حالا کار هم خوبه بابا شما کرد که بمرد. معلوم هست چی داری میگی آقا مصطفی؟ نه من میگم دو کلمه میخوام با شما صحبت کنم. الان وقتش نیست. کی وقتشه؟ ما هر سری میخوام با شما حرف دلمون بزنم. ما اصلا با شما که میخوام حرف بزنم دلم ملرزه. بعد اصلا یک جوری که من فکر کنم ما خودمون دارم ملت زلزله اصل کنم. نه ها؟ نه ترسه. نه ترسه. ای الله ای الله ای خدا ای خدا، چقدر ترسناک بود، وحشتناک بود واقعا. آی چقدر وحشتناک بود اونجا. بهتری آقا رضا؟ آره خدا رو شکر بهترم. اون لیوان آب قندو بده یکم بخورم. آقا رضا نگاه تو چی کانال شده؟ تلگرام دکتر سمی نوشته 13 تا پس لرزه اومده. یا ما نفهم. ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، خدایا امشب و دیگه به خیر بگذرون. میگم خدا رحمت کنه آقا جونمون. چه اتفاقا که نیفتاد شب اول قبلش. آره میگم که اعظم خانم، ما که نمیتونیم الان دیگه براش مراسم بگیریم. خب خب میگم که فردا صبح بلند شیم بریم یه حمد قل هو الله بخونیم و از اون طرفم بریم تهران. چطوره؟ چه حرفا میزنی آقا رضا شما؟ اما خب پاشین خواهر بیاین بیرون واسه بابا مراسم گرفتن. چی؟ مراسم چی؟ واسه بابا دیگه. الان میاد. آقا مصطفی خیلی زحمت کشیده. چیه؟ آقا مصطفی کی مرده که آقاش به اون رسیده؟ من برم حلواها رو بیارم از تو ماشین. جوری نگو دیگه. شاید بنده خدا فردا با جناقت بشه. بیرو بابا. اون پسره با جناق من بشه؟ یه چپش تو جیبش ملق نمیزنه. اون وقت با جناق من بشه؟ آقا رضا مگه ما خودمون اول ازدواجمون چی داشتیم ها؟
کار کردیم تلاش کردیم هیچم خود لیلایی که ظاهرم بدشم نیومد. والله بالله شماها اون دختر رو بدبخت میکنید، خواهرتون رو بدبخت میکنید. من گفته باشم من شما زن شوهر چند حرف برای گفتن داره. وقتی بیاید دیگه وقتی آقا اینقدر پر رو بیادبه، نمیدونه که چادر محل خصوصیه، نباید کلش رو فرتی بکنه اون تو. خیلی خوب خیلی خوب. اون ایمانم برای خودش شریک پیدا کرده. بعد اون تصادف هر وقت دلم میگرفت میومد کنارم میشست میگفت ایمان پسرم عزیزم ناراحت نباشی ها، من نمیذارم نبود پدر و مادرتو حس کنی. همیشه میگفت نرگس نوامه ولی ایمان پسرمه. خدا بیامرز تو رو اصلا یه جور دیگه ای دوست داشت. الان منو داماد نکردی رفتی و راحت خوابیدی. راحت پشنه براد. شب اول قبرش فشار هست، سوالا هست، تازه زلزله هم که هست. نرگس خانم میخواد دیوما او سنگ لحد درست جان افتیابی حتما افتیا دیریم مغزش. خفه شو. نه شمعتو روشن کن. کلن میگم چون میگی راحت میگم یعنی این شم شادی روی مرحوم. این چیه اولاق؟ این چه شمیه؟ گفتم برای مراسم میخوام فکر کردم مراسم عریسی و نه مردم چند جوگیره نزو اساسه نزو آقا عزاز بار با هم برخت بعد رفت نه؟ خبر اینجا باید به نظر ما بدم نرفت روی خدا بیامرز شان شاد رفت. صفا جان میخوای به دهنت استراحت بدی؟ گفتم مصطفی تقصیگاه داره بهم بده تقصیگاه تموم شد بده. نه بابا گم را چیز بارو میارم برات برا بیا بشین اینجا، مثلا پدر بزرگت مرده. یکی باشه بره اون آهنگو قطع کنه سرم رفت. فول آلبومم پلی کردن تموم نمیشه. اصلا نگران نباش این آتش به دستای خودم خاموش مره همال درستش منم. آقا رضا وقت بره. این آتیش که به دست تو خاموش میشد، من چرا بیام ها؟ بیا برم. پاشو برو مرد. چیه؟ ناسلامتی تو داماد خدا بیامرز بودی، ما عزاداریم زشت دنبالیدیم برو انداختن دیگه. ای منی زوره نه باشه بابا بریم نه بریم بلند شو بفرم بلند شو بابا برو آقا رضا بله شما بیا برا به اینا بابا که صدای ضبط چرا کم کنن چون ما اگه برم فکر می‌کنم دعوا رو و اینا حالشون خوب نیست. چیه؟ میترسی؟ آره میترسی بری جلو کتک بخوری. ترس چی شما سنت بیشتر حرف تو برمیدارن امی. نه خیر من میخوام برم دستشویی. در ضمن این آتیش به دست شما خاموش میشه آقا مصطفی. خیر دستشویی بله. موقع سفره جمع کردنم رفتی دستشویی ها. برو بابا. موقع تقسیم ارسم تو میری دستشویی. خودم برم من نمیخوام دعوا کنم بگم سوی ضبط کار کام کن. شانده پیتیه نینو آقا جان درستت منم بس دستشویی قد همه چی به هم ریخته شد و شلوغ پلوغ شدم اینجا. من اصلا نه تو رو دیدم نفهمیدم چی کار میکنی. حالتو زنده باشید. خوبم خدا رو شکر، به خوبی شما ما خوبی. لیلا میگفت یه آیلان شاپ زدی داری آنلاین
آنلاین شاپ. آره یه آنلاین شاپ داریم. خدا رو شکر کارمون هم خوبه، مشتری هم خیلی زیاد داره. الهی شکر الهی شکر. الهی قربونت برم من عمه جان، دیگه وقت داماد شدن. الهی شکر. انشالله داماد توی چه ماشین بابا گرفتم. ببین توپو برداریم از صندوق عقب، نمیتونن خیابون رد شن. باشو قربونت برم ماما الهی. پاشو نرگس جا، پاشو مادر برو با همین توپشو برده بیا، خطرناک. من برم؟ نه من برم. مثلا میتونیم با هم دیگه بریم از خیابون و شاید هم مثلا من میتونم تنها برم. آره شما باش بریم. آره من باهاش میرم. بریم عمو جان بریم. یوک من برم، خودت برو بردار دیگه، تو صندوق عقبه. پاشو دوره. آره اصلا لازم نیست بچه‌م بیاد. شما چیزی نمیخواد؟ نه قربون شکلت برو مراقب باشین از خیابون. چی کردم نمیخون کرده. دستشوی داریم یک دستشوی بهشون بده خواهد کیف گریم. خیلی رضا دوربین مخفیه؟ دوربین دارم دوربین مخفی ضبط می‌کنم. غلط میکنی دوربین مخفی ضبط میکنی. داداشم زبونش بند اومد مرتی که. نه من نمیخوام مردم بترسنم که من رفقم آقا رضا داخله ها، بعد هماهنگ کردیم باش که آقا رضا بیای مثلا بترسن و الکی مثلا بترسن ریاکشن هم هست الکی نگم مثلا جن نیست ما الکی. حالا صورتت که آوردم پایین ریاکشن یک سره میشه. یک دوربین مخفی نشونتون بدم. من دیگه تو بیا برو با ما بجنگ مگه من. آقا رضا بله بفرمایین. ترسیدی نه؟ آره دیگه. فکر کردی الان دوربین مخفیه؟ آره دوربین مخفی؟ دوربین کجا بود؟ دوربینش کجا؟ بیا بریم دوربین. کجا بریم؟ بیا برو ببینم دوربینش بدم. آخ ازم خانم ببین هی میسوزه هی درد میکنه هی اوه الهی بمیرم خدا نکنه. خفگیر بیان بابا هی منو میزد میگفت دوربین مخفی میسازی تاپ، دوربین مخفی میسازی تو. بشکنه دستاش. سنت خجالت نمیکشی دوربین مخفی درست بینی پراشیه. بابا اون منو اشتباه گرفته بود. چرا بهش نمیگفتی خب اشتباه گرفتته؟ همون نمیداد آخه. ایمان یارو دو پارک دیگه وقت بار پیداش کو بگی بزوش وقت. نه بابا چی میگی؟ نترسی بزیش پیداش کو خودم بزوش آقا رضا رو بزیا. آقا مصطفی شهر درست نکن. این شهر درست کنه. نه تو شهر درست بینی خادی بادین جون زیر چشمه. بذار یه امشب به خیر بگذره. اعظم خانم فردا صبح وسایل جمع شد میریم تهران. شما بذار صبح بشه شد من میریم دوست ندارم من بخوابم دیگه. تو شک نداریم. برو بگی تو اونجا یه گوشه بخواب دیگه. کجا بخوابم؟ بیا اینجا کف سر من بخواب. چه طرز حرف زدنه با بچه آخه. یه سال پرسید دیگه. خانوما امشب همه میرن توی چادر میخوابن، من و ایمانم اینجا میخوابیم. یا الله که زلوز با همه هم که دعوا داره. پاشو ببینم. پاشو. آقا رضا خورپف زیاد نمینی که. تو کجا میخوای بخوابی؟ فرق سرت گوش دخواه همینجا دخواه من با تو شوخی دارم. آقا رضا ما وقتم برم از خانم لافت شک برداریم بیارم همینجا دخوره دیگه. ایمان جانم آقا تو این از کجا گیرش آوردی آره؟ هم با مصطفی دوست بودیم از مدرسه. نه اصلا این کیه؟ با جون آقا توم دیگه آینده است. خفه شدی. بخوابیم دخوره شب بخیر. اعظم خانم همون زیر شلواری منو بده من بپوشم، سرم داره میترکه. همونجا گذاشتم. اینجاه؟ من دیدم همینجا گذاشته میشه. کجاست؟ این پتو زیرشو خب بگه. بهر اونور ببینم. نه اینجا نیست. بابا خیلی خوب. مگه با همون تمون نمتنی دخوری کدوزه. ای چیشیست پایمون. اعظم خانم ورد همی بی پدر خانم
بخوابیم سرده. وقتیم سر نداره فکر کردم بده هرمونو برو یک تمون استگاه. چه غلطی میکنی؟ بگیر بخواب دیگه. برای چندی قرقر من گفتم یک آشغال بندازم تو دهنش قرقرش قدره. چی دو نرفته ای؟ خوابم نمیبره. بری چی؟ برای چی این شوهرم ما اینقدر نچسبن؟ یو بنده خدا یک خروپاف منه چی همه شوهرم ما رو موری زر سال. باشم شوهرم ما خیلی آدمای علیان که با وجودی هم فاش باز میرن اما رو میگیره. من فردا صبح میخوام برم بعد تو بشین واسه من چرت و پرت بگو. نمیره. ندی اعظم خانم گفت نمیره. من این آقا رضا رو میشناسم. این فردا صبح نشده تو جاده است. حریم نداره بس بره. 4 روز دیگه مراسم ماست باز میه. لیلام داره باهاشون میره. لیلا؟ بدون اجازه مو. اجازه تو انگار واقعا باورت شده شوهرشی نه؟ حریم نداره بس صبح رو به واقعا میگم بی خود کرده ای بعد تا هفته خدا بیامرز بستی. اونم به حرفت گوش میده. آرزا جواب سلام تو رو نمیده جل بگ. بعد چرا باید به حرفت گوش بده؟ گوش نده شیشای ماشینشو مرزون متا. چه دهن تو ببندی بگیری بخوابی فقط؟ هی اگه ماشینش خراب رو به مستن دیگه درسته؟ خفه شو. اگه ما کاری کنیم که ماشینش خراب رومه اینا مشمونن بسته. منظوری چیه؟ حکم بیا جلوتر از این؟ ماشینی از دلکش به کویلش یک سیمس وسطش یک کیته داره. از او کیته دیت از خازناش از مدار که خارج کنن برق از مقاومت رد نمره ماشین روشن نمره. یک هفتم همه جا تعطیل است. مستن تو اینا رو از کجا میدونی؟ میرم 2 سال شاگرد مجید باتری بیایم. خب یعنی موندگار میشه. صبح موقع صبحانه 10 دقیقه کار در سری میرم دلکش رو به کوبیلش رو بکده خورم. خیلی خوب. اما ساکت شو دیگه. نگفتم لیلا که دگمه ندارن این قدر روه. چی؟ ای فکر منم دم خوبم باز با اعظم دعوا منن نگاه اصلا خورد میگم فکر منم دارم مخرش خواب دیگه. چیه؟ یه دونه نون بده. خب بگو نون بده بچی میزنی. همه جا یه چای به من میدی زحمت. ایمان جان فکر نمی کردم این رفیقت بلد باشه ها. چیو آقا رضا چیو؟ رفتن ولی خودش خیلی آویزون بود. بگیر. این چه طرز حرف زدنه؟ علف باید به دهن لیلا خانم شیرین باشه. من برای چی باید ازش خوشم خدا رحمت کنه آقا جونو. یه چیزی میدونست که این پسره رو جواب رد بهش داد ها. پدرها همیشه مراقب دختراشون هستن. خیلی خب حالا زود بخوریم باید یه سر بریم سر خاک آقا جون. حالا واقعا باید میرفتین همه جون؟ آره دیگه آقا رضا کار داره باید بریم همه تهران آقا رضا کاراشو بکنه. ولی حداقل باید تا هفتم صبر می‌کرد. آره منم انشالله مراسم هفتم تهران. انشالله. اعظم خانم یه لیوان چای به من بده. نداریم دیگه آبجوش تموم شد. پیکنیک گاز نداره. خب بدیم من برم بیارم دکه همینجا. دیگه برای پولات لازم داره. خدا خیر بده. اشکان پاشو اینا رو جمع کن مادر به بعد جای ماشین. خودشو تا ماشین برسونه کار کرده. نه کارا رو میکنیم پر رو میشه دست به سیاه و سفید نمیزنه. بلند شو دیگه اینا چی هم؟ بلند شو ببینم دیگه. خجالت نمیکشه. بلند شو. چرا بچه رو میزنی؟ من نمیدونم به چه آهنگ شما برقصم. بلند چین آقا بلند چین. جمع کن بریم بابا. جمع کن ببینم. بلند شو بریم زود باش.
خاک میخوری؟ سلام مصطفی، کجایی؟ جان میگم ماشین آقا رضا مگه همین کوچه کنار پارک جلوی این قصابیه نبود؟ چرا دیگه ماشین جلو هم قصابی هست؟ خب الان نیست که. برا نتونستون در کاپوت چوا کنم ماشین ارده این پیش از رفقام بازی فنی تره. ببینم این مثلا در کاپوت باز کنه یا نه. خب این بیاد ببینه ماشینش نیست سکته میکنه احمق. چش میگه بابا با ما چه که سکته کنه؟ چرا نمیفهمی؟ واقعا ایمان آقا رضا ماشین کجاست؟ همینجا بود دیگه. نه دیگه همینجاه دیگه، اینجا نیستش که الان که. خب نه آقا زر میزنه. چی دوست برده؟ نه احتمالاً جابجاش اصلا این محل دوست نداره آقا رضا. دوست نداره. بس میگه دوز برده دیگه نیست اینجا الان. احتمال ایمان نه آقا آروم باش، من به قول میدم. یه زنگی بزن 110 111 112 یک زنگی بزن. تعطیل این دگمه باکش است نزد دیگه چندی. هم میگفتم صدای باز شدم میومد نگاه کن. بله صدای باکه کاپوت نیست. من گفتم از اول برو یه دیلم ورد و بیار بندازیم زیر در کاپوت بازش کنیم. با دیلم؟ آره دیگه. مرتضی فکر منی کارخانه‌ای که این ماشینا رو تولید منه عقلش نرسی یک دگمه بگذاره که با دیلم در کاپوت باز نگنه. نه نگاه من خوندم یه جا بعد سال 2015 دکمه واسه در کاپوت نذاشتم. دیگه صرف نمونه نه؟ آره با دیلم راحت بیا بر کاملا بابا بیا پیدا میکنم فکر کنم اون درشه بذار من برم اونور. بعد دگمه دیشتر بشه احتمالاً رو این در داشت واستا. باز خدا رو شکر به مالمون خورد نه به جونمون. کاش به جونمون میخورد. تمام داراییم تو اون ماشین بود. وای سکته میکنیم مار. خب زنگ بزنیم 110. نه 110 نمیخواد که. احتمالاً خودش برگرده. مگه آدمه که برگرده؟ منظورم اینه که خب شاید اشتباهی بردنش ها. آقا مگه پراید که اشتباه برده باشن؟ به جایی که بشینی چرت پرت حرف بزنی بلند شو برو یه 110 112 چیزی زنگ بزن پلیس بیاد اینجا تکلیفمون رو روشن کنی. خب اما مرتضی فکر منی دلکش بعد دلکش بشه. من خوندم دیگه اینا از سال 2015 به بعد دلکش از ماشین حذف کردن کلا. نه صرفیه نه نمیصرفیده واقعا. گمره هرچی پیدا نمونه میگه حس رفته. من میشه دل کننشو دلکو قلب ماشینه. آره چرا نشه از چی؟ جان برار مصطفی گند زدی این بنده خدا داره سکته میکنه. سری ماشینو ببر یه جا زنگ بزن به پلیس. پلیس بره چی شلوغش منی؟ دهن تو ببند کاری که میگم و انجام بده. ماشینو یه گوشه پارک کن زنگ بزن 110 بگو آقا یه ماشین سرقتی اینجا ولش کردن. ما شارژ ندارم. مگه میخوای با گوشی خودت زنگ بزنی 110 که شارژ نمیخواد از تلفن عمومی زنگ بزن. مصطفی آقا رضا قلبش ناراحت اگه اتفاقی براش بیفته تقصیر توئه ها. خون آقا رضا گردن توئه فهمیدی؟ الو خون آقا رضا مرتضی یارو صاب ماشینه نمیره. هلیش کن مو میرم پیداش میکنم اگه بخوای. نه مو میرم نگاه همین دور بره. نه پیداش کن خواهد میرم پیداش کن فقط نگاه بار آخر بشه واقعی مو فنیم. خب چی درد سر بی ماشین برای ما درست کرد. خون آقا رضا گردن توئه چی خونی میبینی شوره مصطفی؟ تو مال اگه سکته کنه قیافش کجمره. ما چی کلش خونی میبینی؟ چی توهم است؟ نه بس برم همینجا بگذاریم ماشینه رو تا کار دست ما ندیه. الو سعید ابرار خوبیه خسته نمیشه. نگاه یک ماشین گوشه خیابون است سرقتی است وقتی بیه ظاهرش مشخصه دیگه. نه چیزی با نکرد یعنی با نکرد نمیدونم پلاکش
پلاکشون بس یکم بره جناب. پلاک 77 یادش کردی؟ برای فرارمون چشام ضعیفه چند دیر میه. نه خوش برا. نمیدونم چی میشه. آره پلیس اومد، صورت جلسه کرد، شماره ماشین رو برداشت، ولی هنوز هیچی معلوم نیست. باشه بهت خبر میدم. خداحافظ. پیدا میشه بابا. چی؟ پیداش میکنم. ها ایشالله. آره اینجا محله خیلی امنه، همین دور و بره. باید یه ذره آقا رضا. آی ایمان بیچاره شدیم، بیچاره. آقا رضا با اینجا نشستن و قصه خوردن که چیزی درست نمیشه. خب الان باید چی کار بکنیم؟ دعا همیشه جواب میده. دعا کنید آروم باشید پیدا میشه ان شاء الله. ماشین پیدا نمیره آقا رضا. تو اینجا چیکار میکنی؟ پیدا میشه آقا رضا. اینجا چی کار میکنی؟ پیدا مو یک چیز میدنم دیگه پیدا نمیره. آقا ایمان اینو بردار ببرش، داره رو اعصاب من قدم میزنه. حقیقت تلخه. برو دیگه. خیار. ببینم برای چی قدر هرس و جوش میخوری ها؟ ببین مال حلال برمیگرده، مگه که تو به خودت شک داشته باشی. اعظم خانم شیطونه میگه من این ماشینه رو بیخیال بشم، این پسره رو بگیرم یکی دو دستی کتک بکنم، جرواجرش بکنم، کبود و سیاه. حساب اینجا وسط خیابون حرفا چیه میزنی تو؟ بعدم چیه تو هی میگی شک داری؟ من به چی شک دارم؟ نمیدونم والا. عقل نمیرسه، زبون دست خدا نیست. چی؟ پیدا نمیشه. پیدا نمیره. طبق نقشه جناب علی ماشین رو بردم گوشه خیابون پارک کردم، زنگ بزنید 110 برای چندی در میه. خب مهم نیست، ما اینه که پیداش میکنم. نه دیگه قبل از اینکه 110 بیای یک یارو نشستیم این ماشین برفت. پیدا نشد. کم بابا. کی؟ دوز بی دیگه برو. دوز زندگیش خرج داره، روزی داره. این بفهمه سکته میکنه. پیدا نشد. تو رو خدای چند وقتی دور و بر آقا رضا آفتابی نشد. برو. من نمیدونم از دست تو چی کار نه کنم. برو آفتابی نمیره. چیش میگه برو. چرا دوربینای مدار وسته رو چک نمی کنی؟ دوربین؟ قصابی دوربین داره. جدی میگی؟ آره برو پیدا نشده. نمی قصابیه؟ ایوه ایمان آقا رضا پاشیم بریم خونه دیگه، الکی اینجا نشستیم فایده ای نداره. آواره بابا شد. بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، کجا بریم دیگه؟ آقا رضا اگه نمزدیمونه نگاه این قصابی هم میگه دوربین مدار بسته داره. از دوربینش راحت میفهمیم دزدکیست. راست میگه. عجب گلی هستی تو. من بارها به تو گفتم هوای اینو داشته باش. این پسر به این گلی. ازم بلند شو ببینم. بیا این شماره داره، موبایلتو در بیار بگیر. من به تو میگم بگیر. 0936. چی؟ تو واقعا نمیفهمی؟ کلم ماچ کرد دیگه. چی؟ الان خوشحالی؟ یه سوال دارم ازت. این دوربین قراره کیو نشون بده اینجا؟ دزدره. بعد کی ماشینو از اینجا دزدیده؟ مو خواهی مالی یک جوره. تصویر کیست دزده کی بردشتم مو. من دیگه تو رو نمیشناسم. باز نزدیک تولدم رفت فیلم سیانس ها. مصطفی چرا نمیفهمی؟ الان این دوربین تو رو نشون بده اینا فکر میکنن تو ماشینو دزدیدی. مگم دیگه یک جور است. خب مالی جور که بدبخت رفتم. نه بدبخت رفتی. بره چیش رفتم گفتم دوربین مدار بسته داره. من
من خواهش میکنم اگه تشریف بیارین ما اینجا واسادیم. آره خیلی خوب. چی میگی تو بابا؟ بذار حرفم تموم بشه بعد دیگه. بله ما منتظریم. دستتون درد نکنه. خدا نگهدارتون. خدا. بابا چی میگی تو؟ بابا بگو بیا زود برداریم بده بالا ما بریم ببینیم چه خبره دیگه. عیده بابا عیده. طرف تو خونش نشسته مغازش تعطیله. میگم بابا بیا اینجوری شده ماشین ما رو دوز برده. بیا این تلویزیون رو نگاه کنی. بگیر آدمو بگو اله قربونتون بشم بیاین اینو بدین بالا. حالا من قربون صدقه اونم بهشم دیگه. لیلا نرگس پاشین جمع کنین بریم تو چادر دار و ندارمونو ورم دارن میرن بدبخت میشین. آره منم میام که تنها نباشی. تو کجا میخوای بری؟ وایستا اینجا بابا. این دوربینا رو نگاه کنیم شاید تو کسی رو بشناسیم ببینیم چه کار باید بکنیم. چه خاکی تو سرمون بریزیم. بابا جون تو رو خدا انقدر هرس و جوش نخوریم. مواظب خودتون باشین. همه چیز درست میشه. شما مراقب خودتون باش. خیلی ممنون. پاشو ببینم زود باش دیگه بجنبیم به هم. مراقب خودتون باش. وای چی گفتش؟ این گفتش میاد دیگه. گفت تا یه ساعت دیگه میاد. بابا میاد خودش نیستش همون که پیره. نه یه ساعت دیگه. نه اون نیست بابا. گفت یه ساعت دیگه میاد. الان اون از کجا اومد؟ درست میشه. آقا رضا هم بنده خدا اومد. سلام علیکم. سلام. من زنگ زده بودم خدمت شما. بله ماشین منو دزدیدن. ایشون اعظم خانم همسرم هستن. ایشون هم ایمان برادرزاده همسر بنده. بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفیم باجناق آینده مالباختم. سلام. من این موتوری که دزد نگاه نمیکنه این همه قفل و زنجیر میبندم. شما چطوری ماشین رو به امون خدا راه کردین تا دزد ببره ها؟ برام سواله. خب والا به ما گفتن که اینجا امنه دیگه. امنه. نمیخوای پیاده شی؟ بپایی. اینجا خمیازه بکشی آدم ساعت تو دهن زدن. البته بعضی وقتا آدما ناخواسته مرتکب جرم منن. هیچ جرمی ناخواسته اتفاق نمیفته. پشت سر هر جرم موفق یک مجرم ایستاده. اوس عزت قصاب. به دنبال هر توپ کودکی نیست خواهد آمد. پروفسور مصطفی. آقای پروفسور شما دهنتو ببند. مرسی. خوش اومدین آقا. سلام علیکم. ببخشید. بسم الله الرحمن یا علی بفرمایید. یا الله بفرمایید. کجایی پسر؟ زود باش موتور رو قفل کن. به این در باز کن. بوده دیگه. یا لگا. سلام علیکم. بنده از اداره بهداشت مزاحمتون میشم. این مکان باید پلم شه. پلم؟ بله. چرا آقا؟ به ما گزارش دادن که تو این مکان گوشت خر میفروشین. کدوم کره خری به شما گزارش داده؟ آقا ما اینجا فقط گوشت شترمرغ داریم. محاله ممکنه آقا؟ فقط محاله که محاله. هیچ جرم ناخواسته اتفاق نمیفته. بله. ببخشید آقای محال. ببینید ماشین منو از اینجا دزدیدن. ما باید بریم تو این مغازه دوربینا رو نگاه کنیم چک کنیم. بعد که این کارو کردیم شما دیگه اینجا رو پلم کن ما کاری نداریم. یعنی چی که ما دوربینا ببینیم چک کنیم بعد پلم کن؟ آقای محترم دروغ برزتون رسوندن. من یه عمریه تو این محله. یعنی اصلا راه نداره؟ نه یه لحظه همه جان اجازه. آقا نه هیچ راهی نداره مثلا. آقا من الان باید چی کار کنم؟ انشالله بعد از تعطیلات تشریف بیارین اداره حلش میکنیم. لا اله الا الله. اینجوری که من از نون خوردم میافتم آقا یعنی چه؟ شما تو تعطیلات پلم میکنی بعد تعطیلات باز میکنی؟ آخه این چه معنی داره؟ آقا رضا گوشی تو در یه فیلم بگی بذار تو این حساب. فیلم بگیر آقا. فیلم بگیر. من چند فالوور داری؟ 108. تا خوبه. رسانه. بگیر. فیلم بگیر. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. اسمون بگی. امروز 3 فروردین این مغازه این آقا رو دارن پولم میکنن. عزت قصاب هست. بله اون عزت شاهدان عینی. تو دهنتو ببند. ایشون هم اعظم خانم هستن. اینم اون مأمور پولم کنه. هر کار خاصی بکنه آقا جان. فقط فک پلم مجازات داره. بله. خب تو رفتی رسانه؟ بله الانم ولش کو بابا ولش کو. بذارم تو این حسام دیگه. ولش کو نمیخواد. اینجوری که نمیشه. پسر قفل موتور باز کن. باید بریم مرکز بهداشت. باز کن.
وایسا منم میام من میام شما برید چادر وسایلمون همینجوری نبرن. آقا رضا با موتور عمه جان الله خیر ببینی بیا برو دنبال شهر قریب نه ما باید با ایمان برم محله رو به رد بگردم ببینم ماشین آزار پیدا نمیونه. شما بره پارک بره به جای چادر بخواد باشه برو. مامور بهداشت رفیق اومدی حال کردی؟ میدونم. بس کجا؟ پلومپ چه فرق داره په با پلوم؟ راحت رفتم نگاه. خیلی خوب ولش کن. تمام. چیه؟ یه فکری دارم. این خونه‌ای که اینجاست دیوار مشترک داره با این قصابیه. آخ من خوراک اینجور کارایم. بره درستش بنم. آره بره. بفهمه. بس شما مأمور آبی. بله. به خاطر زلزله دیشب انشعاب اصلی دچار ترکیدگی شده تو این منطقه که ما فهمیدیم خیلی اتفاق از زیر خونه شما رد میشه. پس انشعاب اصلی از اینجا رد میشه. بله. پس چرا فشار ما اینقدر کمه؟ اون دیگه به خاطر سنت است. سن بنا که میره بالا فشار کم میشه. دیگه لوله تو دیگه با پوسیه دیگه. چی شده؟ پوسیده. لوله ها تو پوسیده خیلی طبیعیه که فشار کم شه. ها ما اتفاقا پارسال آبمون دم عیدی قطع شد رفتیم همین پارک اینجا دستشویی میرفتیم اونجا. گاز تو وصله. گازمون وصله. خوبه دیگه. قطعا سراسری بود. حالا اگه اجازه بدید همکارم اینجا رو بکنه من و شما بریم داخل اتصالات رو بررسی کنیم. بله بفرمایید. بله بفرمایید. بکن بیا همکار بیا. تو بری اتصالات بررسی کنی مو بکنم. بگی فرقی داره؟ من تو نرگس نمیخوای بکن. بله فقط این چای توالتمون هم گرفته باید باز کنیم. چای توالت؟ بله. خب او باز کار فنی تر بس یک لحظه بس. همکار بیا بار موم لیلا رو میخوام برو میکنم برو بفرمایید. بفرمایید. پیدا کنم اون کسی که به ما این سوزن رو داد دست ما، این چرخ رو داد دست ما، آب ما قطعه، فشارش کمه، ای چای چاو باز کردم. آفرین. اجازه است من برم پیش دوستم ببینم چی کار کرد. برقکاری هم بلدی؟ برقکاری؟ نه. خوبه. پس یه لوستر اون وسط حال هست همونو وردار نصبش کن. نه بلد نیستم. بلد نیستی؟ شیطونه میگه همین چرخ رو وردارم بکنم تو حلقش. چرا؟ برو درست کن مگه نه الان زنگ میزنم به ادارتون گزارش میدم به خاطر این خراب باشه درست میکنم. برو درست کن. زنگ نزن اینا. نه زنگ نزن. پسر جان. بله. کارت که تموم شد یه سری لباس هم از همونا رو اتو کن. خب؟ راستی؟ بله. نونم میتونی بگیری؟ چیکار میکنی احمق؟ چیکار منو گل منو معلم منو دیوار دارم میکنم دیگه. من 2 ساعت اونجا دارم بدبختی میکشم بعد تو اینجوری کندی؟ چی جور برکنم؟ یعنی چی میخوایم بریم تو قصابی باید افقی بکنی نه عمودی؟ یه رگه بی عقل لوله رو دیمین دیوار که نمگذارن که دیمین زمین مگذاره. خب مگه این میفهمه؟ اون نمیفهمم مو تو که میفهمم که این مال کدو فیلم بی اون نمیفهمم برش کن. الان اینکه 2 روز طول میکشه ما قراره چجوری برسیم به قصابی؟ ایمان برار ما همه کارام حساب کتاب داره. اینجا روبروش مخرب دستشور قصابیه. قشنگ مخرب دستشور اسم کنم نگاه. الان این دره رو به کجا باز میشه؟ یه به قصابی. ما قراره کجا بریم؟ قصابی. معظم اول گفتم لازم نیست. نگفتم این دردره. خیلی خوب دهنتو ببند. اینو پر کن من برم تو حافظه دوربینه رو بردارم بیام بیرون. برابر باشه؟ برابر. گفتم این دیت قصابی داره یک جورس.
گفتم نکنیم باز چی شد؟ برگشتن. کی؟ قصابه با آقا رضا. اوه چقدر زود برگشتن. حال چیکار کنه؟ آقا رضا چینن. سلام آقا رضا. مخلصیم. ارادت. نه ما چادرها نیستیم. نه کنار پارکیم. باشه نه ما باشه میام. باشه مخلصیم. ارادت خداحافظ. نمیخوای بپرسی چی گفت؟ نه بمون چه شعرم میتوس. چرا چی میگه؟ حال چیش میگفت؟ میگه میخوایم فیلم ها رو نگاه کنیم، دزده رو پیدا کنیم، بیاین شاید بشناسینش. برار بیا بریم شاید شناختمش. این مال کدو فیلم بی؟ درست نرفت؟ نه بابا ترسم قیفت بی چیزا نمخوره؟ ببین بابا این چرا تصویرش نمیاد پسر؟ به من چه؟ مگه من دست دادم؟ هر خرابکاری تو این مغازه زیر سر توه. آقا بلش کن تصویر رو بیا. میبینی که دارم وصل میکنم نمیشه آقا. شناق نه دارد سعیش من نداره. عجب دزد خوششانسی هم هست. شانس؟ ما اگه شانس داشتم نه چی شد؟ بابا این خرابه تصویرش نمیاد کار نمیکنه. خب میخواین ما فلش بهتون بدیم که اینجا باشه، بعد هر وقت درست شد بریزین رو فلش بیایم ازتون بگیریم. باز یکی بیای فلش بده یکی فلش بابره. نه بابا عمل خواهم یک دیگه درستش کنم. آخه تو بلدی درست کنی؟ مدی سال شاگرد مجید باتری بیایم مثلا خوراکم هم بیکاراست. این اعمال دیمین کیتش دیت خازن داره و خازن ها از مدار خارج کنه از مقاومتش رد مره بعد دیگه تصویر میاد. ای بابا خب بگید یه متخصص بیاد. خب متخصص از کجا؟ متخصص موقع چکل مخواد مهندسون میگنه روش بلدی درستش کنیم. خب بفرمایید من دیگه عقلم نمیکشه. فقط یه کاری بکنید درست بشه ماشین پیدا بشه. یک دونه دو سو و یک دونه سیمچین بهم بده 3 سو درستش کن. کارمه. بفرما مهندس. یک دو سو زحمت بکش. فقط دوربر بر خیلی کنه قشنگ. دهن تو ببند کارتو بکن. اگه نیاد بالا چی؟ نه ترس. آقا مصطفی کارشو خوب بلده. اوی. خواهی اصلا از چیز نیست خواستن مازدنش چیز یک کابل است ایجی پوش این کابل ها بس نبی این کابل این بس نبی اومد باریکلا پسر تازه داره ازت خوشم میاد. خب ماشینتون که اینجا نیست. مگه واسه چه ساعتیه؟ ساعت 6. آقا این غیر ممکنه. من ساعت 6:30 اومدم ماشین رو دیدم اینجا. حتما ضبط نکرده دیگه آقا رضا. من خیلی از این دوربینا رو دیدم الکی اصلا فیلم نمیگیره. نه آقا این مال 25مه مال امروز صبح بیار. پس تصویرهای 25 نمیخوای؟ نه دیگه بی عقل. آقا من فکر کردم آقا مصطفی عذرخواهی میکنم. مو هیچیم نمیگم تو یک چیزی به ما مزدی ها. ببینم این توی کرخر نیستی واسطی جلو مغازه داری سیگار میکشی؟ نه فکر نمی کنم من کرخر باشم. یک خود کرخرتی دیگه تابلوست دیگه برار قشنگ داری. لا آقا شما دهن تو ببند. خب راست میگه دیگه. تو چرا دخالت میکنی؟ آقا به شما هم مربوطی نیست. فکر کنم راننده تاکسی سیگار میکشید. البته نه دیگه تصویری دیگه معلوم میشه. گم شو نبینمت. گم شو بیرون. گم شو. امروز و تصویرشو بیار ما ببینیم بریم. آقا اصلا تصویر نداریم. دوربینا خرابه، فیلم هم نداریم، همش تعطیله. برو بیرون آقا. آقا باشه ساکت. فیلمو ببینم دیگه. ساکت باشه دیگه. یک کرخر دیگه سیگار کشی به ما چه؟ لا اله الا الله. آقا ببند دهن تو ببند. میفهمی؟ آقا مصطفی لطفاً خفه شو. کرخر مویم تو ببینم آقا. لا اله الا الله. گوشیمه. الو سلام علیکم. بله خودم هستم. احوالشم بله. کیه؟ بله. رنگ سیاه مشکیه؟
آفرین. میگه پیدا شده، فکر کنم میگه پیدا شده. دست شما در نکنه. ما کی بیایم اونجا پیشش؟ بله حتما میگه نه یا خب حتما دیگه. بله ما خدمت میرسیم. خدا حافظ شما. خدا حافظ. درست شد. چی بود؟ از کلانتری بود. زنگ زدن گفتن دزد ماشین رو گرفتن، ماشینم پیدا کردن. بریم دیگه بریم. دست شما در نکنه، خیلی زحمت کشیدید. ببخشید. بابام اعصابش راحت. ببار حرف نزن. خب بریم دیگه، بریم. به خیر گذشت. بس ببینم چیش رفت. ببین که دیگه هستیم ببینم. اول از طرف تلویزیون نشون اومده. ببین نامرد بی وجدان چقدر راحت ماشین خارجی روشن کرده. وارد رفته خیلی نامردن. وای دیگه چه قشنگ برد ماشینه رو. میگم قیافه شما چقدر برای من آشناست. دبیرستان مال کشتر نبی؟ کودن نادن تو هم سن پسرمی. خب شاید با پسر البته دور ربط نداره. بریم دیگه. بریم. رفع زحمت کن. سلامت. با اجازت. خداحافظ. مامان پاور بانک هم آوردی؟ دختر بزرگی شدی دیگه، باید دنبال خب دیگه ما رفتنی شدیم. انشالله تهران تشریف بیارید. شما بگید وسط راه کاری چیزی بگیر کردی زنگ بزن. باشه حتما زنگ بزن. خیلی هم به من تو شماره دادی. شماره هم رنده است. خدا نگهدار. مطمئنی که روشن نمیشه؟ عمرن روشن روه. کابلی که از دلکش به کوهیلش میاد که دیت خازن در گفتم خفه شو، فقط بگو چیزی از تو ماشین کندی یا نه؟ بله کابلش رو قطع کنیم اصلا روشن نبره. اصلا روشن نبره. شاید برق یکم دونیش. نه او کابل مال گیر باکسشه. مال دنده ها جا نواقعه. مال بزنه دندم بکن گفت برف حرکت کرد دندشم جا بخورد. تو مطمئنی چیزی از تو ماشین کندی؟ چی جور برف؟ مطمئنی چیزی از تو ماشین کندی؟ برای اینا کابل اصلیش وا کرده ایم چی جوری استارت بزن اصلا بایی؟ احمق این شلنگ کابل نیست که. شلنگ؟ شلنگ است. بابا من تازه توی این ماشین آب ریخته بودم تو منبعش. چرا آب نداره؟ نمی سیمه قبول داری این شرکت یونده از چی چیز حالی شو نماره وارد کار. مو برم این کار دست میشه. جان ایشکی نیست دخنه تو ایشکی نیست. مو منو خنم ها